یک پژوهش در تاجیکستان معلوم کرده است که 97% حاجتخانه‌ها در دهات کشور خوفناک هستند. سازمان خیریوی آمریکایی مرسی کورپس و یا هیئت شفقت در پی آموزش طرح ساختمان حاجتخانه‌ها در 5 ناحیه تاجیکستان به چنین خلاصه رسیده است. به قول متخصصان سازمان، اکثر حاجتخانه‌ها در دهات تاجیکستان تنها از یک چاهی خاکی عبارتند. سازمان مرسی کورپ گفته است اکثر حاجتخانه‌ها قبور هواکش ندارند و آن خوف جمع شدن گازی طبیعی و احتمال آتش گرفتن هنگام قضای حاجت را به وجود می‌آورد. چون اخلاط جمع شده به گفته متخصصان با مرور وقت از خود گازی طبیعی خارج می‌کند و هنگام به حاجتخانه پرتافتن باقی مانده سیگار یا دانه گوگرد به یک بارگی میتواند آتش بگیرد. عطا تبعرف، یک مسئول سازمان مرسی کورپس در ولایت ختلان روز 18 می به رادیو آزادی گفت آموزش آنها یک زمره کمبودی‌ها در ساختمان حاجتخانه‌ها در دهات را آشکار کرد که میتواند باعث گسترش انگیزه‌های بیماری‌های سرایتی شود. او گفت اکثریت حاجتخانه‌ها در دهات از یک چاهی در زمین کنده شده عبارتند و تنه چاه بتونکاری نشده است. تبرف افزود بر زمین اکثر حاجتخانه‌ها قبور هواکش ندارند که باعث جمع شدن گاز می‌گردد. از یک سو خوف آتش گرفتن زیاد است و از طرف دیگر داخل حاجتخانه دائم بدبوی میماند گفت او. بعضی از حاجتخانه‌ها سرپوشی درست ندارند که باعث به داخل آن افتیدن مرغ‌های خانگی و حتی کودکان می‌شود. ابراز داشت عطا تبرف. سازمان مرسی کورپس در 13 ناحیه ولایت ختلان طرح حاجتخانه بیخوف را عملی کرده است. مسئولان این سازمان طرح حاجتخانه بیخوف را تهیه کرده تا به 40 استاد طرز ساختمان آن را آموزش دادند. به این استادها قالب حلقه های بتونی تقدیم کرده شده است. هدف این است که این استادها به نوبت خود حلقه های بتونی و بالاپوش های بتونی را ریخته به اهالی بفروشند. قیمت حلقه های بتونی برای بنیاد یک حاجتخانه 1000 سامانی است. اما ساکنان در دهات تاجیکستان میگویند قدرت خرید و بنیاد حاجتخانه ها را ندارند و به ساختمان حاجتخانه ها با اصول بابایی ادامه میدهند. گریز صاحبوف، یک ساکن دهه میرشکاران 20 کیلومتری شهر دوشنبه میگوید خانواده او و اکثر ساکنان این محل قدرت بتونکاری کردن چاه حاجتخانه را ندارند. او گفت سالهای سال گذشتگان ما چاه کوفته حاجتخانه میساختند و ما هم همین خیل میکنیم. این ساکن میگوید چون در منزل اکثر مردم قبور آب نیست، نصب و استفاده اونیتاز هم در حاجتخانه های دهات امکان ندارد. بنابر کمبود روشنایی، فرش های چوبی و سوراخی های از معیار وسیع در چند از منطقه های تاجیکستان حادثه های به چاه حاجتخانه فرو رفتن کودکان ثبت شده است. سال گذشته یکی از دوگانگی‌های نوزادی زن در ناحیه یاوان هم به خلاج افتاد. پس از این حادثه نوزادان زنده بیرون آورده شدند، ولی یکی از نوزادها در 8 ماهگی فوتید. تابستان سال 2015 لیو هولر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد عاید به حق انسان به آب آشامیدنی و سانیتریه، پس از یک سفرش به تاجیکستان و آشنایی با وضع سانیتری منطقه ها از شیوه ساخت و مورد استفاده قرار گرفتن تشناب‌های جمعیتی انتقاد کرده بود. هولر در صحبت با رادیو آزادی آن زمان گفته بود اکثریت مردم هنگام پر شدن تشناب بالای آن را با خاک پوشانند که آبهای زیر زمینی را آلوده و افلاس میکند. او به مقامات تاجیکستان توصیه داد که نظامی کار افتاده پاککاری اخلاط طبیعی را بنیاد کنند تا که برابر پر شدن چاه‌ها امکان پاککاری شدن آنها از جانب خدمات مخصوصی سانیتری وجود داشته باشد.